خودباوری یعنی قبل از اینکه دنیا تو رو تایید کنه، خودت به توانایی‌هات ایمان داشته باشی. در روانشناسی بهش میگن خودکارآمدی. یعنی این باور که من میتونم از پس شرایط سخت بر بیام. تحقیقات نشون داده آدم‌هایی که خودباوری دارن حتی وقتی شکست میخورن سریعتر بلند میشن، چون ذهنشون دنبال راه حل میگرده، نه بهانه. نکته جالب اینه که خودباوری یک استعداد ذاتی نیست، یک مهارته. تو با هر تجربه کوچک موفقیت، حتی کارهای ساده مثل کامل کردن یک کار روزمره، داری این عضله رو قوی‌تر می‌کنی. یادت باشه کسی که به خودش اعتماد نداره همیشه منتظر تشویق بیرونیه، ولی کسی که خودش رو باور کرده حتی توی سکوت هم ادامه میده. پس از امروز به جای این که بپرسی دیگران منو باور دارن، از خودت بپرس آیا من خودمو باور دارم؟